یه بار یه ویدیو برام فرستادن، نشوناش برام آشنا بودن، قبلا دیده بودمش، بازش کردم. کلمات عجیبی که تلفظشون برام سخت بود، ولی انگار دوای درد من بودن. انگار از آرزوهای گم شده من حرف می زدن. ساختار اقتصادی، خرد جمعی، ثبات، یه مسیر جدید، مسیری برای نجات خودم و کسانی که می شناختمشون.